آرتین هم هست؟ نه آرتین نیست. سلام. ما اومدیم مسافرت 5 روزه تعطیلاته. 1 می که سالگرد ازدواجمونم عقدمون بود که تعطیله. اصلا چرا اینا اینجا معلومه که میشد 3 شنبه نه 4 شنبه 5 شنبه مادی تعطیل بود، جمعه هم بین التعطیلای لاین بود واسه ما. آرتین هم که کلا تعطیل بود مدرسه این چند روز، شنبه که تعطیل بود، 5 روز تعطیلی دیگه. گفتیم فرصت خوبیه که بیایم مسافرت اومدیم جنوب اسپانیا، چون مادی هواش خیلی تعریفی نداشت چند روز. گفتیم بهتره بریم سمت جنوب که یه نفر هست عاشق کمپینگه. اون کیه؟ آقا کمپینگی. یه جلو ببینیم. آقا کمپینگی عاشق کمپینگه. سکه بزنه تو اسمارتی سکه بذاری. آره 2 روز ارتقا روز آخر امروز، ولی خب فیلمو بهتون نشون میدیم. 2 روز رفتیم بین مالاگا و آلمریا اگه اشتباه نکنم اسمش، یه جای کمپ سایت رفتیم. تور دلمار تورس بود، برج ها یا تور دلمار. یه شب هم اومدیم یه جا بالاتره، یه شهر اسمش خائنه که مردمش خائن نیستن. از جایی که اومدیم تو کوهه، الان اونجاییم تو کوهه و با خود خائن یه ساعت فاصله داشت. 40 دقیقه فاصله داشت. با مادید هم 300 و خورده کیلومتر فاصله داره. یه شب هم اینجا موندیم، خیلی خوب بود، خیلی طبیعت خیلی قشنگ داره. خائن هم یه سری حالا داستانا در موردش هست. یکی از آخرین شهرهایی بوده که مسیحی‌ها از مسلمان‌ها فتح میکنن، یعنی مسلمان‌ها پس میگیرن. حالا هرچی، ولی شهر پایتخت روغن زیتون دنیا این شهر خائنه طبق گفته چت جی پی تی و خیلی با همه جا باغ زیتونه، خیلی قشنگه. الان دو تا برای ما همش باغای زیتونه، خیلی خوشگله. و تو بعضی شهرها هم بوی چیز میاد، روغن زیتون میاد. هم شهرها اینجا این روغن زیتونایی که با بو هستن، بوی اونا قشنگه، تصفیه نشده. با شیر گاو دوش. آره شیر گاو دوشیده خوردی تو؟ نه شیر گاو دوشیده نبود، شیر گاو بود. شیر گاو. و اینکه خیلی دوشیده شده بود. آره دیگه از گاو با دستگاه دوشیده بود. همین دیگه میریم حالا فیلمش رو بهتون نشون میدیم، اتفاقاتی که افتاد و اینا. و اینکه آرتین تو حرفی نداری بابا؟ بگو بیا این ببین. اسمارتیز گلسی خم الان کم بیو الان گلسی که الان خود توش بذاره. خب خوردنیش گلسی نه خوردنی نیست. اسمارتیز خوردنی خیلی قشنگه. بریم بقیه چیز ببینیم حالا توی فیلم. بریم بقیه فیلمو ببینیم. بریم. این تمپراتور اینجا چادر زدیم. حتی اینجا به قول یارو تو ریویوهاش نشد پرایوسی نداریم، که واقعا هم نداریم. اینجوری هم بعضی ها چادر زدن، بعضی ها با کمپر و کاروان و این چیزا هستن. داریم شام میخوریم. آتی خوش میگذره؟ فرم هست. فرفری دیگه، فر میخوره. مثل موهای تو فر میخوره. حاجی فر میخوره. حاجی بیاد. تو حاجی شو بابا. ببینم بخاریه. استوب شد چرا؟ از من 22 درجه هست خب. ببینم. خراب شد. مرخص شد. شاید برقش نه روشن شد. هوا 23 درجه است. خوبه، پس دماش هم درست کار میکنه. دریا چیزه؟ شنش به درد نمیخوره.
الان فیلم میگیره. از من؟ آره. مشکل چیه الان؟ الان مشکلمه که این همش سرم خونه به این بعضی که دیگه بذاریم با این که دیگه بابا روشنش کنم که در فیلم میگیری؟ روشن کن. زیاد کن. اوه. اینجوری شد که سمس اومدیم کسای مسواک میخوای بزنی؟ آره دیشب خوب خوابیدی؟ آره این ولی بگیم بیا اینو بریم. اینو ما رفتیم خوب بود. بیا اینو بریم. چجوریه؟ این الان چی باید بزنم؟ نمیدونم. آفتاب داری میگیری؟ اون نونه. نون میخوام. اینو نون بده بکن بده من. الان بهت میدم. آره ظرفشوییشه. تو 5 دقیقه میشوره. ولی خب ما ظرفامون نمیتونیم اون تو بذاریم. خراب میشه. چون قمقمه توه. این هم نمیدونیم جنسش چجوریه. شاید خیلی داغ کنه. چی بگیری؟ اسکاچ بذار مامان تموم شه کارش. اونجا چیه؟ دستشوی بچه ها اینجاست که. ببینیم چیه دستشوی بچه ها. آره ببینیم چی داره. بذار بزرگ کنیم دستشوی رو. اینجا میشه بچه ها رو شست. خیلی تمیزه که. من تا دیگه بیایم اینجا خب. بشو. حتی واسه سرپایی چیش کردن هم داره. راحت هم هست. تمیز هم هست. نگاه بچه ها اینجا کم میان. بذار بکش بکش نام بکش 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 اینو بکش بذار من استوب کنم. آخه تو مدرسه هم دارید از اینجوری کوچیکا؟ آینه هم داری تو مدرسه؟ آره. اینو از اینو بزن. از اینا هم داری تو مدرسه؟ بهت بیشتر فشار بدی. اومد؟ اومد آره. آفرین آبم میبندی. باریکلا. نه واسه بچه هاست. خب حالا بشو. نداره. تو چیز دستمال داره که دستمال داره. اونجوری نی بابا که چین دیگه رفت تو گیر کرد. از اون بعدا بیا خوش کن دستتو. آشغالی هم اینجا داره. خب بریم به مامان کمک کنیم. اوه اینجا چرا پشه بود؟ بریم پشه بود.
دستا رو شست. آرتین شست. آرتین اینا چیه؟ کجا بریم ببینیم؟ این زیر هیچی معلوم نیست که. یه ذره معلومه ولی اینو معلومه ولی این زیر ولی هیچی معلوم نیست. شیشه رو تمیز نکردن. از زیر کسی چیزای معلومه. اصلا میبینی؟ جا خرابه است. خرابه که قبلا خراب شده. کاخ و اینا بوده. قدیمیه. ماساژ ممنوع. ماهیگیری مجازه؟ البته نه با مجوز. اومده بودیم این فانوس دریایی‌ها رو ببینیم توی اینترنت، توی گوگل زده بازه، اومدیم اون بره درش، صد برید این بر، اومدیم این بر زده به خاطر هوای بد تعطیله. حالا همین مشکل همینه. خب چرا گوگلشون رو چیز نمی‌کنن؟ بده دیگه. حالا باید مثلا دوربر 3-4 اومدم بد نیست، ولی چرا خب نباید تو گوگل بزنه؟ چرا نباید آپدیت کنه؟ یکی پا میشه خب میاد این همه راه. ما باز یه 20 کیلومتر اومدیم کمتر. در کل متاسفم. کیلو €1 بنام. نه خوبه، فکر کنم خوبه. اینجاش بد نیست. Manzana roja. سیب قرمز. اونورام همه هست.
te la calo también con el melón, lo que tú quieras. خب کانتینیو. خب بذاریم دیگه چی؟ این بستنیشو میخوای؟ خب بذار کانتینیو. اسباب بازی داره. اسباب بازی داره، ورق هم داره. کدومو میخوای؟ ورق بازی داره و اسباب بازی. اسباب بازی. خب کانتینیو. خب حالا برگردیم. حالا ما انتخاب ما کمبو برم. برو. آره چیز هم آفرم ببینم. پروموشن اونا راتیای بالا هم خب مثلا دابل میل این خوبه؟ یه دونه این داره؟ احتمالا باید انقدری باشه. آره این که خوره دیگه. بکن بیا پایین. بکن این چیز قطره. این لیوانه از قطره این بیشتره. فول میل. یه دونه هم بستنی هم میده. خوبه اینا. این چیز هم داره. ناگت هم داره. شاه و وزیر. بابا وزیره یا تو وزیر؟ تو پادشاهی؟ راتین پادشاهه. راتین پادشاه، بابا وزیر. من تو گرگی؟ من چی؟ خب از بچهش بیشتر میصرفه. همگیش بزرگتر از مال مکدونالد نه؟ قیمتش شد 15 یورو. نه بیشتر دیگه شد. الان 1 یورو چیه؟ به علاوه اینه یا بدون این؟ 15 یورو 23. سیف کردیم 1 یورو؟ نه واتشه.